اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 16 اکتبر سال 2022 تخمین ساعت 17:00 دقیقه در کیلومتر 345 راه دوشنبه خوروغ در نزد دهه سنگیف جماعت دیوت قلعه خوب نویه درواز ماشین تمغه تویوتا لندکروزر که از جانب یک ساکن 45 ساله شهر دوشنبه اداره میشد دچار صدمه شده است. در نتیجه راننده با دو مسافر این ماشین که شهروندان جمهوری هندوستان و کارمندان سفارت این کشور در شهر دوشنبه بوده، یکی 58 سال و دومی 41 سال داشتند، با جراحت‌های گوناگون به بیمارخانه نویه درواز انتقال داده شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت سبب این صدمه از جانب مقامات حفظ حقوق تحقیق می شود. بنا به خبر دیگر این نهاد بر اثر صدمه ماشین در راه دوشنبه خوجند در نزدیکی شهرک زرفشان نویه عینی ولایت سوخت رخ داد. یک مسافر بینشان شده است. گفته می شود ماشین تمغه اوپل استرا که از جانب ساکن 26 ساله جماعت دیوت شنگ شهر پنجکند اداره می شد، هنگام حرکت از سوی شهر پنجکند به سمت پایتخت شهر دوشنبه در دریای فون سرازیر شده است. در نتیجه این حادثه یک مسافر ماشین و راننده آن و ساکن جماعت شنگ در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو مسافر دیگر که یکی 63 و دومی 22 سال بود با زخم‌های گوناگون به بیمارستان انتقال داده شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت در این حادثه یک مسافر دیگر این ماشین که نیز 22 سال داشته است ناپدید شده است. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه زرفشان به جای حادثه رسیده جسدهای هلاک شدگان و زخمیان را از آب بیرون برآوردند. جستجوی شخص ناپدید شده ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز از یک صدمه دیگر مرگبار خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد 15 اکتبر سال 2022 تخمین ساعت 15:10 راننده ماشین تمغه گاز 3302 عالموف شیرعلی سال تولدش 1968 ساکن شهر ترسونزاده هنگام در نزد خانه استقامتی پسرش واقع در جماعت دهات رامانوف در کنار شهر ترسونزاده هنگام به قفا راندن ماشین نبیره نابالغش عالمزاده سمیر سال تولدش 2017 را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ عالمزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد.